أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المرسلات مکیه. سوره مرسلات سوره مکی هست، در مکه مکرمه نازل شده و منظور از مرسلات اینجا ملائکه هستند که در این آیات قرآن درباره ملائکه میگه. در این سوره مبارکه الله متعال اثبات آخرت بیان میکنه و بیان حال مجرما را میکنه. الله متعال سوره را آغاز میکنه به قسم به ملائکه که موجودات بسیار با ارزش و با کرامت پیش الله هستند، معصوم هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. قسم است به اون ملائکه‌ای که اینا فرستاده شده اند عرفاً به شکل معروف، مطلوب و مقصود که وحی است. فالعاصفات، پس قسم است. در اون قسمت اول میگه که قسم است به اون ملائکه هایی که روح مسلمان ها را میگیرن، انسان های موحدین میگیرن. عرفاً به چی؟ به نرمی و به آسانی و به شکل خوب و معروف. فالعاصفات، پس قسم است به اون ملائکی که سختی کننده هستند. عصفاً به بسیار سختی روح انسان های بیدین قبض میکنن. و ناشرات، و قسم است به اون ملائکه هایی که بادها را پراگنده میکنن، نشرن به پراگنده کردن. فالفارقات، پس قسم است به اون ملائکه هایی که اونا جدایی میکنن در بین مخلوقات مؤمن و کافر، فرقا به فرق کردن. فالملقیات، باز قسم است به اون ملائکی که می آورند ذکرن وحی را. بعضی از علما میگن، تفسیرهای مختلف دارن، بعضی میگن که منظور از مرسلات و عاصفات ناک است بادهاست. قسم است به بادهایی که به نرمی میوزند، قسم است به بادهایی که به سختی میوزند، قسم است به بادهایی که منتشر میشوند و قسم است به بادهایی که جدایی میافکنند. به هر صورت اردو آنچه که مفسرین میگن، الله متعال هم به ملائکه قسم خورده و هم به عبادهایی که مخلوقات الله هست. ملائکه وحی میرن و وحی حیات برای انسان هست و بادها، هواها اکسیژن میرن و ای حیات است برای زمین و اهل زمین. پس تمام از اینا مخلوقات گرانقدر الله هستند. جواب قسم چی هست که الله متعال میگه قسم است به تمام از اینا که این قرآن عظیم الشان وحی آمده هست به خاطر ازی که انسان ها عذرن او نذرن، یا توبه و عذر بکنن و یا هم انسان ها را بگردانه که اینا چی شون، بترسن از عذاب الهی. انما توعدون لواقع. اصل مطلب سر از است که الله متعال قسم کرده به تمام مخلوقات. ای که الله متعال میگه که قسم است به ملائکه های که روح به آرامش میگیره، یا ملائکه عذاب هستن، یا قسم است به این ملائکه هایی که منتشر میسازن هوا را و یا جدایی میافکنن یا وحی میگیرن. انما توعدون لواقع. یقینا آنچه که وعده داده میشه این واقع هست که روز قیامت حتما واقع شدنی هست. فاذا النجوم طمست. روز قیامت کدام روزی است که ستاره ها طمست، بی نور کرده میشن. و اذا السماء فرجت. و وقتی که آسمان
شگافته میشه. فرج به معنای شگافتگی هست، پاره شدن هست و پارگی هست. و اذا الجبال، و وقتی که کوها نصفت، نصف به معنای منفجر شدن یا پراگنده شدن است. عبوة ناصفه، اما بم دستی را میگه که انفجار میکنن. و اذا الجبال نصفت یعنی کوها مثل بمهای دستی که انفجار میکنن، میده میده و پراگنده میشن. و اذا الرسل، و هنگامی که پیغمبران اقتت جمع کرده میشن، یعنی مقرر است که پیغمبران کلشان جمع شوند. لأی یوم اجلت، چرا این تعجیل شده، تأخیر شده؟ یکی ما و شما تعجیل داریم، یکی تعجیل. تعجیل یعنی عاجل، تعجیل به همزه یعنی تأخیر. از این خاطر میگن مهر معجل که عاجل باشه، مهر معجل یعنی که چیست؟ تأخیر میشه. اینجا از عجلت گرفته شده یعنی تعجیل. به کدام خاطر چینا تأخیر شدن، تعجیل شدن؟ لیوم الفصل، برای روز جدایی. و ما ادراک، و چی چیز دانان تو را که ما یوم الفصل، که روز جدایی چی هست؟ در این سوره مبارکه زیاد ویل یومئذ للمکذبین تکرار میشه. وجه تکرار چیست؟ والله اعلم. مفسرین کرام میگن که تقسیم ویل و هلاکت و تباهی نظر به اعمال است. هر عمل را که میگه مطابق از امو عمل برای عمل کنندهش چی است؟ هلاکت است. الله متعال میگه ویل یومئذ للمکذبین، پس هلاکت بسیار زیاد و شدید بزرگ است در روز قیامت برای کسانی که تکذیب میکردن روز قیامت. الم نهلک الاولین، الله متعال میگه آیا ما هلاک نکردیم مردمان سابقه را، عاد و فرعون و ثمود؟ ثم نتبعهم الاخرین، باز در عقب از اونا هلاک میکنیم آخری های از اینا را، پسینان را. کذالک نفعل بالمجرمین، این چیز ما انجام میتیم، با عمل میکنیم با مجرما. ویلون، پس هلاکت است، یومئذ، در این روز، للمکذبین، برای کسایی که تکذیب میکنن احکام الله را. الم نخلقکم، ای انسان ها، آیا شما را خلق نکردیم من ماء مهین، از آب بسیار حقیر، فجعلناه، باز گردانیدیم امی آب حقیر را، فی قرار مکین، در یک جای مکین مضبوط و محفوظ که رحم مادر است، الی قدر معلوم، تا یک اندازه معلوم شده. فقدرنا، پس ما باز ایره اندازه کردیم. فنعم القادرون، پس بهترین اندازه کنندگان الله متعال است. ویلون، هلاکت است برای کسانی که از یومئذ، در روز قیامت، للمکذبین، برای کسانی که از صفت خالقیت و از توحید ربوبیت انکار میکنن. الم نجعل الارض کفاتا، آیا ما نگردانیدیم زمین را جمع کننده؟ احیاء و امواتا، در روی زمین زنده ها هست و در قلب زمین مرده هاست. زنده ها را هم زمین جمع کرده و مرده ها را هم. و جعلنا، و گردانیدیم و خلق کردیم، فیها، در زمین، رواسی، کوهایی را که شامخات، بسیار کوههای بلند بلند هستند. شموخ به معنای بلندی. و اسقیناکم، و نوشاندیم شما را، ماء، از آب فرات شیرین. ویلان، پس شدت عذاب و هلاکت است، یومئذ، در روز قیامت، للمکذبین، برای کسانی که تکذیب میکنن خلقت الله را و ربوبیت الله را. انطلقوا، روان شوید، الی ما کنتم به تکذبون، به او سونه که شما بودین به او تکذیب کننده. انطلقوا، پس حرکت کنین، روان شوین، الی ظل، به سوی سایه‌ای که ذی ثلاث شعب، که سه زاویه دارد، سه شعبه دارد، مثل یک مثلثی که سه زاویه داشته باشه. لا ظلیل، اتو یک سایه که نه شما را سایه میته، ولا یغنی، و نه دفع میکند، من اللهب، از گرمی،
انها یقینا که آن ترمی می اندازد به شرر، یعنی آتش هست که شراره ها داره، جرقه ها داره که جرقه های آتش کل قصر، مانند قصر هاست، یعنی بزرگ است. که انه مثل امی جرقه های آتش دوزخ، که انه مثل جمالتون صفر، مثل شترهای زرد رنگ است. به طرف آتش کشانده میشن که امو جرقه هایی که از آتش دوزخ بالا میشه به اندازه قصر هاست در بزرگی و به مثل شترهای زرد رنگ است در تعقیب کردن یک کس. شتر که سر کس قار شوه دیگه پشت از اون میدوه تا که گیرش نکنه، در فرقش نزنه، ایلایش نمیده. پس این جرقه ها در فرق دوزخی ها ایلایشان نمیده. ویلون، پس شدت عذاب است یومئذ در روز قیامت، للمکذبین، برای کسانی که به جنت و دوزخ تکذیب میکنن. هذا روز قیامت، یوم، روز است که لا ینطقون، یا گپ زدن نمیتونن، ولا یؤذن لهم، برای این مردمای بیدین اجازه هم داده نمیشه که فیعتذرون، باز عذر خدا پیش بکنن. ویلون، شدت عذاب است یومئذ در روز قیامت برای تکذیب کننده های آنچه که در قرآن و سنت آمده است. هذا یوم الفصل، روز قیامت روز جدایی هست. کافر جدا، مشرک جدا، منافق جدا، مرتد جدا، بدعتکارا جدا، قاتل و زناکار، هر کدامش یک گروه خاص میشن. جمعناکم، شما را هم الله میگه جمع میکنیم، والاولین، و امتهای قبلی را هم. فان کان لکم کیدون، پس اگر شما کدام تدبیری دارین، فکیدون، پس انجام بتین. ویل یومئذ للمکذبین، شدت عذاب از در روز برای تکذیب کننده ها. ان المتقین، یقینا انسان های متقی که هستند، فی ظلال، در سایه ها هستند، و عیون، و در چشمه ها هستند، و فواکه، و میوه هایی که مما یشتهون، آنچه که اشتها داشته باشند. کلوا، بخورید، و اشربوا، و بنوشید، هنیئا، به آرامش و راحت و لذت، بما کنتم تعملون، به سبب آنچه که عمل میکردید. انا یقینا الله متعال میگه که ما با عظمت خود کذالک، این چنین، نجز المحسنین، پاداش میدیم برای انسانهای نیکوکار. اما ویل است، هلاکت است یومئذ دیروز، للمکذبین، برای کسانی که به جنت و نعمتها تکذیب میکنن. کلوا، بخورین، و تمتعوا، ای کافرها در دنیا بخورین، و تمتعوا، و فایده بگیرین، قلیلا، کمی، انکم، یقینا که شما مجرمون، مجرم هستین. ویل یومئذ للمکذبین، شدت عذاب است برای تکذیب کننده ها. این تکذیب کننده ها چی صفت داشتن؟ و اذا قیل لهم ارکعوا، وقتی که بهشان گفته میشد که نماز بخوانین، لا یرکعون، عبادت الله را نمی کردن. ویل یومئذ للمکذبین، پس شدت عذاب است در این روز برای تکذیب کننده ها. فبأی حدیث بعده یؤمنون، پس به کدام یک از سخن بعد از اینا ایمان می آورند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب